بچه‌ها حالتون باشه. من مهدی گیم زون هستم و اومدیم با کودهای خفن GTA که هم میتونید روی کنسول استفادهشون کنیم، هم میتونید روی PC استفادهشون کنیم. لیتس گو. و میخواستم بگم اگه کد بزنید تو بازی دیگه، اگه کسی باشین که بخواین تروفی ها یا همون اچیومنت های بازی رو بگیرین نمیتونین، و اگه بخواین دوباره اچیومنت ها رو بگیرین باید بازیشون رو از اول شروع کنین. اولین شماره که میخوام بهتون بگم گوشی تلفنتون رو در میارین و میزنین 1999 467 86 48. با این چیزی که شما بزنید میتونید پرش های خیلی بلنده بزنید و اینجا مینویسه چیت اکتیویتد و اینجا ارور میده که اگه چیت بزنید نمیتونید تروفی های بازی رو بگیری. و اگه شما هم چیتی دیدی که مثلا دالینگ زد چیت پیسی نزن، یعنی چیت نیست و یارو مثلا مرده ویدیو کات کرده. با این چیز شما الان میتونید پرشه خیلی 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 بلندی داشته باشید و فال دمیج نخورید. اگه به جای نخورید، اگه مثلا بیاین بخورید به این چوبه شما فال دمیج رو میخورید. نگاه کنید الان اگه از اینجا بیفتید فال دمیج میخورید ولی فال دمیج نمیخورید. خوبیه این چیز. شما اگه میخواین مثلا گلوله های انفجاری داشته باشین گوشی تلفنتون رو در میارین. با این شماره که من میزنم شما تماس 1999 2 تا 44 و 39. با این شماره شما گلوله های انفجار دیگه دارین که نوشته همونجا چیت اکتیویتد بنگ بنگ. الان ببینید شما اسلحه‌تون رو در میارید. نگاه کنید الان هر تیری که بزنم گلوله‌اش انفجار میپریم. احالی نگاه کن میپریم میزنی شهر رو آشوب میکنی. و ببینید هر وقت شما ببینید مثل همین الانی که من مردم چون این دکمه رو زدم و ترکید زیر پام. هر وقت که شما میرین میاد واسهتون بازی مینویسه چیت اکتیویتد یا همون که چیت غیر فعال شده. مثل همین الان نگاه کنید وقتی مپ میاد میفته نمیدونم چرا الان من ننوشتم. نگاه کنید چیت دیگه چیت شما فعال نیست. شما اگه میخواین اصلا تو اینجای مپی تو سندی شورزین و دنبال ماشین خوبی و هیچ ماشینی نیست، شما میتونید با زدن این شماره ماشین خیلی خفن در بیارید. که یا یادشون شماره رو یا ویدیو رو سیف کنید که بعدا به دردتون میخوره. بخشید 1999 26 38 با این چی شما میشه پورشه خیلی 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 خوش یه پورشه خیلی با سرعتی بیاریم و لازم به ماشین بخرید مثلا نکنید تو اینترنت و ماشین بخرید. و میخوام یه ایسترک خیلی خفن GTA هم بهتون بگم. شما میگین تو اینترنت بخش اینترنت یه سرچ دیوایس سرچ میکنین بعد میزنین که میره. خب اینجا لژند موتورسپورت و خونه خریدن میاره. هوکل لئوناردو جانسون این همونیه که روحش روی کوه GTA هست. بیوگرافیشو میزنیم که اینشو میگه و وات وینو
نگاه خیلی داره که اینو خودتون برین امتحان کنین. به جای دست پا داره، به جای پا دست داره و روی یه تیکه پاشم نشه وات. من نمیدونم اینو نشون بدم چون یوتیوب گیر میده، خودتون برین سرچ کنین و ببینیدش. این ماشین خیلی خفن خوشگله دست جایی مثلا چیته بعد یه ماشین خوشگل مثل همین مثلا ماشین خوشگل مثل همین داریم. آدم خودم میزنیم بهش و خودتون به در دیوار میخورید. اینجوری ماشینتون خراب میشه. ماشین هم تا تخت جو میتونیم با زدن یک چیت، فقط یک چیت ماشینتون یا جونتون رو مثل روز اول برگردید. گوشی تلفنتون رو در میارید و شماره 88 78 و بخشیده چطور کشید و 53 با زدن این چیت باشه بخشیده میشه. چیت پیسی زدن این چیز شما ماشینتون رو میتونید مثل روز اول برگردونینش و خوشگلش نگاه کنید. ماشینتون مثل روز اول انگار که ماشین همین الان آشکار و این چیت اگه این چیتی هم شما میدونید که من توی ویدیو به کار نبردم شما بگید. و یک چیز شما الان دمیج این و این نگاه کنید خونه ما شما یک چیزی هستن بزنیدش 5 دقیقه جون بیناید. گوش تلفنتون رو در بیارید 19 92 46 54 55 37 این چیز میزنه انویزیبلیتی واسه این چنده و دارین امتحانش هم بیایم کنیم. 17 تا آرپیچی داریم الان اگه آرپیچی بزنیم مثل میبینیم ممکنه ولی خودمون و یک چیز خفی اگه شما پلیس رو دنبالتون افتاد میتونیم با زدن این چیت که الان میزنیم 99 52 99 30 Citizens reporting a 996 east of the Richard Majestic Studio. این چیت فقط اینجوریه که هر باری که بزنید یه ستارتون رو کم میکنه ولی اگه مثلا 5 ستاره باشه من 5 باری چیز خفن رو بزنید. و یک چیز دیگه برای تست کردن جون بینایی شما گوشتون رو در میارید و این چیز فقط با مایکل و ترور کار میکنه و با فرانکلین اصلا کار نمیکنه. گوشتون در میاریم 99 75 93 وای بچه بخشیدش رو زدن دوره 93 و 20 و 25 فقط این چیز با ترور و مایکل کار نه ببین بعضی وقتا با فرانکلین کار میکنه که پرواز کنیم بعد واسه کارکتر اینجوریه که بعضی وقتا کار میکنه که چیز کنیم چیزش پرواز کنیم بعضی وقتا با هر چی که با شین پرواز نمیکنه. نگاه کن مثلا برای مثال من خوردم به این ساختمون خیلی برم الان همه تو میبینیم دیگه 100% مرده بود. و یک قابلیت چیز پرش بلند هم اینه که شما اگه از هر
اگر از هر ارتفاعی بیفتین از هر ارتفاعی پاتون لیز بخوره و بیفتین همتون میدونین که میمیرین، ولی با زدن همین پرش بلند حتی اگر از اینجا هم بپرید از هر جایی هم که بپرید نمیرین. بخشی من بچه ها ویدیو کات کردم چون گوشی گفت بیشتر 10 دقیقه نمیشه. اومدیم به یه چیز دیگه و ویدیو رو تمام کنیم و اگه لایک این ویدیو به 10 دقیقه بره 10 لایک برسه پارت 2 هم میذاریم. با این شما میتونید مثل فلش بدونید 1999 22 82 463 همون به بچه باشید بزن 463 چیت پیسینگ و الان خستانتون فعال شده که کن الان مثل فلش میدوه توفنگ در میای. کانال ما رو لایک کنید یا ویدیوهای من رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زیر ویدیو هم کامنت بزنید. تا ویدیوی بعد بدرود.